جناب آقای مهندس شاهین حاجی نژاد، فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسی مکانیک و انرژی می باشند. سوابق کاری ایشان: مهندس ناظر مکانیک ساختمان، مهندس ناظر صنایع گاز ساختمان، کارشناس صنایع شرکت خودروسازی. فعالیت‌های سیاسی: نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص تشکیل کارگروه جهانی برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن. برنامه خدمتی: در صورت راهیابی به مجلس، پیگیر استقلال صنعت مس آذربایجان و واریز درآمدهای ناشی از آن به حساب استان جهت هزینه در پروژه‌های نیمه تمام زیرساختی کلانشهر تبریز خواهم شد.